سلام عزیزای دلم، امروز اومدم با یه ویدیوی مهاجرتی و خیلی خفن. از اونجایی که مهاجرت به ترکیه در مردم ایران خیلی باب شد و استانبول یکی از شهرهای محبوب بود، منم تصمیم گرفتم بیام و هزینه‌های مهاجرت و زندگی در ترکیه رو بهتون بگم. اول از هزینه اجاره خونه شروع میکنم که از بقیه خرجا سنگین تره. البته که هزینه اجاره خونه به متراژ محله و بقیه چیزا بستگی داره، ولی اگه بخواید یک خونه یک خوابه مرتب توی مرکز شهر استانبول اجاره کنی، به طور میانگین ماهی 20,000 لیره یعنی 35 میلیون تومان براتون هزینه داره. ولی اگه بخواید هزینه کمتری داشته باشید، در محله‌های دیگه باید خونه بگیرید که میانگین ماهی 13,000 لیره که حدود 23 میلیون تومانه و اگر بخواید خونه بخرید توی مرکز شهر استانبول، میانگینش متری 80,000 لیره که معادل 142 میلیون تومانه. ولی توی محله‌های دیگه هزینه کمتری داره و حدوداً نصف میشه و هزینه رفت و آمدن بستگی به خودتون داره که چقدر محل زندگی و محل کارتون به هم نزدیکن و هزینه‌اش حد اکثر ماهی 1000 لیره یعنی 1,800,000 تومان و میانگین پول قبض برای هر نفر ماهی 1600 لیره که معادل 2,750,000 تومانه. حالا بریم سراغ مقایسه قیمتا با تهران تا دید بهتری نسبت به قیمتا داشته باشید. شما اگه بخواید توی یک رستوران خوب توی استانبول غذا بخورید، حدود 170 لیر باید خرج کنید که معادل 300,000 تومانه که این مبلغ توی تهران 200,000 تومانه. ولی اگر بخواید توی استانبول کافه برید یه فنجون قهوه بخورید، هزینه‌اش حدود 60 لیره که معادل 110,000 تومانه که همین قیمت توی تهران نصف هست و توی تهران میانگینش حدود 60,000 تومان. و برای هزینه خورد و خوراک توی استانبول باید بهتون بگم که قیمت 1 لیتر شیر توی استانبول لیتری 25 لیره که معادل 45,000 تومانه، ولی توی تهران حدود 30,000 تومانه و توی قفسه لبنیات 1 کیلو پنیر توی استانبول قیمتش 200 لیره یا 350,000 تومان، ولی توی تهران 1 کیلو پنیر 200,000 تومانه. توی تهران قیمت یک مرغ حدود 150,000 تومانه و توی استانبول 250,000 تومانه. قیمت گوشتم توی تهران حدود 500,000 تومانه اما توی استانبول 700,000 تومانه و قیمت میوه و سبزیجات هم تقریبا با تهران یکیه. خب این مقایسه ها رو انجام دادیم تا دستتون بیاد که هزینه خورد و خوراک توی استانبول چقدر میشه و برای هزینه خورد و خوراک تقریبا هر چی که اینجا خرج میکنید باید 2 برابر کنید و توی استانبول خرج کنید. و اما قیمت ماشین توی استانبول خیلی ارزون تره، چون مثل ما عوارض و گمرک ندارن و خب بنزینشون خیلی گرونتر از اینجاست و تقریبا قیمت 1 لیتر بنزین توی استانبول 34 لیره معادل 61,000 تومان. الان ترکیه هم مثل ایران درگیر تورمه و قیمت‌ها همینطور دارن بالا میرن. طبق گزارشی که آژانس برنامه‌ریزی استانبول داده، هزینه یک خانواده 4 نفره توی استانبول ماهی 45,000 لیره یا 80 میلیون تومان که اگه قیمت اونجا 2 برابره و درآمدشون هم مسلما 2 برابر درآمد ایران تقریبا و میانگین درآمد مردم توی استانبول 17,700 لیره یعنی ماهی 31,500,000 تومان، در صورتی که همین رقم توی تهران خودمون 12 میلیون تومانه، یعنی مردم توی استانبول نسبت به مردم توی ایران 2.5 برابر درآمد دارن. خب عزیزای دلم، اینم از این ویدیو و اگه به این سبک از ویدیوها علاقه داری حتما چنل منو سابسکرایب کن و اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایکو بزن و نظرتو برام کامنت کن و برای حمایت از من لایک ویدیو یادت نره. بای بای.